هیچ برگی بر نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان تخت. هیچ یک لقمه نرفت سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق ادخلو. تا لقمه را خداوند امر نکنه که در گلوی من شما فرو بروه، وی فرو نمی روه. ما بسیار حالت در حالت سکرات موت مردم اشتراک میکنیم. بعضی انسان ها از همه حالتی تشنه‌ترین برای انسان در سکرات موت است. آب میگن، از گپ ماندن دهن میجمونه، میخواه که آب، و یا با یک قاشق کمی آبش میچکانن، یا یک تخته را میگیرن در لبهاش تر میکنن، آب میچکانن، اما آب جانبی درون نمیروه دیگر. وقتی در دهنش آب میریزن، از این برهای لبش بیرون میشه و میریزه. به چی خاطر برادر عزیز دیگر فرو نمیروه؟ به خاطر که دیگر اجازت نیست برای فرو رفتنش. به خاطر که دیگر خداوند امر نمیکنه، اجازت نمیده اون آب که ادخلو داخل شو. لایکی